حکایت زنی که هر شب با یکی از شوهرانش همبستر میشد تا اینکه یک شب. تا انتهای این داستان با من باشید. در روزگاران قدیم مردی به نام قباد به همراه همسرش زندگی میکرد. او کارگر زحمتکش و ساده‌ای بود، اما از بخت بدش همسری پرطبق و عیاش و ولخرج داشت. مثلا زمانی که به حمام میرفت حمام را غرق میکرد تا از زن وزیر و وکیل و تاجر کم نیاورد، یا پول زیادی بابت لباسهای فاخر و رنگارنگ میداد و خود را سرخاب سفیداب مینمود و مثل یک شاهزاده در شهر راه میرفت. قباد از پس مخارج همسرش بر نمی آمد و کلی هم مغروض شده بود. روزی از روزها همسر قباد خواست برای او گردنبند طلایی بخرد. قباد هرچه خواست او را منصرف کند موفق نشد. از طرفی همسرش هم کوتاه نمی آمد. قباد که توان خرید گردنبند را نداشت دیگر تاب نیاورد و دعوای شدیدی بین آن دو سر گرفت. همسر قباد گفت: من با این قد و بالا و بر و رویی که دارم اشتباه کردم، همسر کارگری مثل تو شدم. من می توانستم زندگی خوب و شاهانه‌ای داشته باشم اگر با تو ازدواج نمی کردم. قباد که تا آن زمان هرچه کار کرده بود به پای همسرش ریخته بود، از این قدر نشناسی زن به تنگ آمد و گفت: اگر من نباشم تو لقمه نانی هم نمیتوانی برای خودت مهیا کنی و هرگز این گونه که در خانه من زندگی میکردی زندگی کنی. خیلی زود یا از گرسنگی میمردی یا کنیزی میشدی زیر دست و پای ثروتمندان. همسر قباد که بسیار خشمگین شده بود گفت: تو نباشی در کمتر از سالی بهترین زندگی را برای خودم می سازم. پس بهتر است مرا طلاق دهی تا ببینی چه کسی زندگی بهتری خواهد داشت. قباد قبول کرد. همسر قباد با پول مهریش خانه‌ای در نزدیکی قهوه‌خانه و کاروانسرای شهر گرفت و هر روز در اطراف قهوه‌خانه و کاروانسرا را دید میزد تا اینکه شبی مردی را دید که اطراف کاروانسرا میچرخد. اما چون دیر وقت آمده بود در را برایش باز نمی کردن. از پنجره خانه مرد را صدا زد و از او خواست که شب را به خانه او بیاید. مرد گفت: نمی شود که من و تو یک شب را در یک منزل بگذرانیم. زن گفت: چرا نتوانیم؟ من زنی مطلقه هستم و می توانیم شب را با خواندن صیغه عقد در یک منزل سپری کنیم. هم تو جایی برای سپری کردن شب داری و هم من پولی به دست می آورم و کمک خرجم می شود. مرد قبول کرد و به منزل زن رفت. مرد گفت: من هفته یک بار از روستای اطراف به اینجا می آیم و خرید می کنم. زن هیله‌گر گفت: خب چرا با هم ازدواج نکنیم؟ تو که اینجا زندگی نمی کنی و همسر و فرزندانت هم از بودن من با خبر نمی شوند. من هم که کنیز دربار شاه هستم و هفته یک بار به خانه می آیم. اگر با هم ازدواج کنیم هم تو در شهر منزلگهی و هم من شوهری دارم که هفته یک بار لذت هماغوشی او را بچشم. مرد که دید زن درست میگوید و زن هم بسیار زیباست پیشنهاد را پذیرفت. از ازدواج این دو چند ماهی گذشت و طبق حرفی که زده بودند مرد هفته یک بار به شهر می آمد و زن آن روز را مرخصی می گرفت. در یکی از هفته ها مرد مجبور شد 2 بار در هفته برای خرید به شهر رود. او می دانست همسرش در خانه نیست و گفت: عیبی ندارد، برای خواب به قهوه خانه می روم. اما از آنجا که خانه زن نزدیک قهوه خانه بود و او شب به آنجا رسید، سوی چراغی را از داخل خانه زن دید. مرد با خود گفت: او که هیچ وقت خانه نیست، پس چرا چراغ دم در روشن است؟ به گمان اینکه شاید دزدی آمده باشد از دیوار بالا رفت و وارد خانه شد. وقتی داخل شد زنش را دید که عریان در کنار مرد جوان خوابیده و صدای عیش و خوشی و خنده آنها بلند است. زن دراز کشیده بود و مرد بدن او را نوازش می‌کرد. ناگهان چشم جوان به مرد افتاد و سلام کرد. با صدای سلام مرد زن متوجه همسرش شد. خود را جمع و جور کرد و با پرخاش و عصبانیت مرد را بیرون راند و گفت: تو چرا اینجا آمدی؟ مگر قرار نبود که هفته یک بار بیایی؟ از خانه بیرون برو تا برادرم متوجه نشده من با تو ازدواج کردم.
مرد پرسید او برادر توست؟ زن گفت آری، زودتر برو بیرون تا برادرم متوجه نشده. مرد با چهره ناراحت از خانه بیرون آمد و گفت مگر کسی با برادرش اینگونه رفتار می کند؟ مگر زنی در کنار برادرش عریان می خوابد تا برادرش بدن او را نوازش کند؟ پس تصمیم گرفت صبح زود از قهوه‌خانه بیرون بیاید تا بفهمد آن غریبه که در کنار همسرش دیده کیست. صبح شد، مرد کنار قهوه‌خانه ایستاد و از دور خانه زن را زاغ می‌زد تا اینکه جوان از خانه خارج شد. مرد به سراغ جوان رفت و از او پرسید آیا شما برادر زن صاحب خانه هستید؟ جوان گفت خیر. مرد دوباره پرسید از اقوام او هستید؟ جوان گفت من شوهر آن زن هستم. مرد پرسید شما هم اهل دهات اطراف هستید؟ جوان گفت خیر، در همین شهر زندگی می کنم و همسر من کنیز دربار است و فقط هفته یک روز به خانه می آید. مرد گفت همسر شما همسر من نیز هست، از من هم خرجی می گیرد و کنیز دربار هم هست و هفته یک روز به خانه می آید. هر دو با تعجب به هم نگاه کردند و تصمیم گرفتند یکی از آنها آنجا بماند و زاغ زن را چوب بزند. جوان به مرد گفت من در همین شهر زندگی می کنم، من می مانم، تو برو خریدهایت را به دست مردم برسان و بعد بیا. مرد جوان بعد از چند روز مراقبت فهمید زن هر شب با یکیست و 7 شوهر دارد و از همه آنها خرجی می گیرد و خرج زندگی مرفه خود می کند و به شوهر سابقش فخر می فروشد. چند روز بعد وقتی مرد به شهر بازگشت، جوان تمام ماجرا را برایش تعریف کرد. آن دو نزد قاضی شهر رفتند و از زن شکایت کردند. قاضی زن فریبکار را احضار کرد و پولهایی که از مردان گرفته بود از او ستاند. قاضی همه عقدنامه ها را باطل نمود و زن عاجز و تنها شد. از محکمه بیرون آمد که صدای خنده زن و مردی نظرش را جلب کرد. سرش را که چرخاند دید قباد با همسر نوعروسش در حال خنده و شادی و خرید است. غمی به دلش نشست و با خودش گفت خود کرده را تدبیر نیست. بله، این است عاقبت فریب و نیرنگ. دوستان عزیز، لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. کانال رو ساب کنید تا داستان‌های بعدی رو از دست ندید.